با همین خلصه ماه رمضان می شود بچه ها نابالغ ها تا 7 ساله گناه نمی شود ما هم خوراک کتی تعمیم میکنم هم ما هم با وسپیتل هم خوراکش میدیم. فهمو با آدمی که روزه فرض نیست طعام دادن اجازت است. مثلا یه اها زن عادت ماهانه دارد، به خانه تا مهمانی آمد طعام دادن اجازت است. یه زنک یا یک مردک مسافر مهمانی آمد از شهری دور مسافر روزه خوردنش اجازت است. برای وی طعام گذارید گناه نیست. یا آدم بیمار است روزه برای وی فرض نیست، الله تعالی برای او اجازت داده است به نزدش طعام گذارید گناه نمیگیرید. لیکن به نزد شخصی که روزه برای وی فرض است طعام گذاشتن این گناه است، یاری به گناه است. الله تعالی میگه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، به گناه و دشمنی یاری نکنید. آدمی که روزه میخورد در ماه رمضان حالان که روزه برای او فرض است، برای او در هیچ حال کمک کردن، یاری دادن، طعام دادن درست نیست، مگر اگر شخصی باشد که روزه برای وی فرض نباشد. والله تعالی اعلم.